گزارشی نوید درباره تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای مانع شدن به گذاشتن ریش و پوشیدن حجاب دیگر باره بحث سر این مسئله را در رسانه‌ها دامن زده است. کمیته دینی تاجیکستان چند پیش گفت که در کشور هیچ گونه قانون درباره منع گذاشتن ریش و حجاب پوشی وجود ندارد، ولی خود مقامات گاه خبر می‌دهند که کارمندان دولت با زنان حجاب پوش صحبت می‌کنند تا از لباس‌های بیگانه یعنی همین حجاب و روسری دست کشند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان قرارگاهش در لهستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه در تاجیکستان قانون درباره منع گذاشتن ریش و حجاب وجود ندارد ولی واقعیت دیگر است. ده ها نوار و ثبت ها داریم که در تاجیکستان چنین عملهای غیر قانونی نسبت زنان حجاب پوش، سطر پوش و برادران ریشدار صورت میگیرد. اینا سندهاشون موجود هستند. روز 23 جوانی گفت که خب ما 12 نفر رو در ناحیه شاه منصور خب کارمندان پلیس خب بازداشت کردند به خب اداره مقامات کارهای داخله بردن و به ما فرمان دادن، امر کردن که این 12 دستگاه ریش تراشی آوردن. ما این 12 نفر گفتن که ریش رو بتراشیم. خب اونا ریش رو تراشیدن. خبرها با ما این هر روز میاد. با کمیته ما اینا را ثبت میکنیم. و رادیو آزادی همچنین از عبدالستار بابایف پرسید که آیا دلیل و سندی درباره مجبور کردن بر ریش تراشی یا کشیدن حجاب زنان از سرشان دارند؟ دوم می همین سال جاری خب در ناحیه سینای شهر دوشنبه در نزدیکی بیمارخانه قریه بالا خب خبر آمد که کارمندان کمیته کاربازنان و نمایندگان پلیس این ناحیه در آنجا خب زنان حجاب پوش و مردان ریشدار رو در ماشین های مسافرکشی گرفته به اداره پلیس برده و آنها رو خب جریمه کرده. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان درباره بحث دراز حجاب و ریش در